بچه صبح بخیر. ساعت 5 صبح. امروز میخوایم بریم عروس حاضر کنیم. برای همین باید زود پلان بشیم. 8 صبح قرار داریم. بچه دارم میرم سمت اینکه عروس حاضر کنم. داملا قرار بیاد دنبالم. یکی از دوستای ترکمه، میکاپ آرتیسته. امروز من به عنوان هیر استایل قرار کار کنم. 4-5 نفرن. گفته که 5 نفرن ولی یه نفرش هنوز معلوم نیست. برای همین باید بودو برم. وسایلمون رو برداشتیم، داریم میریم سمت اتاق عروس. اتاقی که می‌خواستیم عروس حاضر کنیم به این شکله. بچه هم وسایلاشون رو چیدن. منظره اینجا رو ببین چقدر جالبه، چقدر خوشگله. میکاپ عروس تموم شد. منم شروع کردم موهاشو درست کردن. عروس ما آذربایجانی بود، خیلی دختر خوبی بود. بچه امروز 5 نفر رو حاضر کردیم. 5 تا مو من درست کردم. یکی از بچه هم میکاپ ها رو انجام داد. اینجا رو هم براتون بگیرم ببینید که چطوریه چیزای مهموناشون مراسم. اینجا داشتم سعی میکردم تور عروس رو براش نصب کنم. اینجا هم من وسایلمو دیگه جمع کرده بودم. داملا هم داشت کارهای آخری رو انجام میداد برای عروس که دیگه بریم خونه. اینم از عروس خوشگلی که درست کردیم. مبارکشون باشه. بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون باشه. برام حتما کامنت بنویسین.